سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با بررسی دو تا گوشی که سامسونگ به تازگی معرفی کرده، یعنی A55 و A35 و ببینیم که داره چه مشخصاتی است. A55 سامسونگ داره نمایشگر فول اچ دی پلاس 6.6 اینچیه و سوپر امولد 1080 در 2340. نرخ نوسازیش 120 هرتزیه و از قابلیت ویژن بوستر هم بهره منده. طراحی کی آیلند که در شایعات هم ازش بودیم باعث زیبایی این گوشی شده و وزنش هم 213 گرمه و یکی از بزرگترین تفاوتایی که با نسل قبلیش هم داره استفاده از فلز و شیشه است که باعث زیبایی خیلی بیشتر این گوشی شده. و این گوشی هم داره گواهینامه آرکیتکتو 7. در بخش دوربین این گوشی از 3 تا دوربین تشکیل شده که دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و 12 مگاپیکسلی اولترا واید و 5 مگاپیکسلی ماکرو و همچنین دوربین سلفیش هم 32 مگاپیکسله. باتری این گوشی 5000 میلی آمپره و با شارژر 25 وات که توی اکثر میانردهای جدید استفاده میشه. قلب تپنده این دستگاه یعنی سی پی یوش اگزینوس 1480 با پردازنده گرافیکی اکسکریپت 530 که با ترکیب رم 12 عملکرد خوبی رو براتون فراهم میکنه و با استفاده از معماری AMD RDNA 2 توسعه پیدا کرده است. این گوشی 5 سال آپدیت امنیتی و 4 سال آپدیت نرم افزاری دریافت می‌کنه که 2 سال از پرچم‌دار اصلی سامسونگ کمتره و همچنین این گوشی دارای وان یو آی 6.1 و اندروید 14. در مقابل هم سامسونگ A35 با تفاوت‌های ریزی که داره، یک همین از جنس بدنه که درش استفاده شده و 4 گرم وزنش کمتر و دوربین اولترا وایدش 8 مگاپیکسلیه و دوربین سلفیش هم 13 مگاپیکسلی و سی پی یو که در این دستگاه استفاده شده اگزینوس 1380 سی پی یو است که در نسخه قبلی گوشی سامسونگ یعنی A54 دیده میشد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.